خب دوستان، این هم از کباب تابه. امیدوارم دوست داشته باشید. خب دوستان، اومدیم با یه آموزش دیگه. میخوام براتون کباب تابه درست کنم. یه مقدار گوشت چاق کرده داریم که به پیاز رنده شده، با یه دونه پیاز رنده شده مخلوط میکنم. بعد یه مقدار نمک، سماق، زردچوبه، تخم گشنیز و فلفل. اینا رو با هم مخلوط میکنیم، میذاریم داخل تابه. خب میبینید این پیازشون که من یه مقدار آبشو گرفتم که وا نمیره، پیاز رنده شده میذاریم با گوشت مخلوط میکنیم، با ادویه ها میذاریم توی تابه. بازم میام خدمت. خب دوستان، به این مرحله از پخت که رسید، سیب زمینی ها رو همینطور گوجه ها رو میذاریم روش و میذاریم اون طرفش هم بپزیم. حالا من اینو برمیگردونم، گوجه ها رو میذارم روش. خب یه مقدارم آخر سر بهش زعفرون اضافه میکنیم.